این یه نوشیدنی گازدار با مارک اسکای هست. ظاهرا نوشیدنی لیمویی هست ولی مشخص نیست که این سیاهی ها چیه که داخل این شیشه دیده میشه. الان انگشت منم میتونید ببینید که این انگشت جدید من میکنم داخل. ببینید حالا هی بگید کالای ایرانی بخر، بخور ایرانی، حقت. این سیاهی ها و این کثیفی ها و این آشغالا رو به خورد ما میدن به اسم نوشیدنی که متاسفانه مارک استاندارد هم داره. نمیدونم اینجا قشنگ توی فیلم دیده میشه یا نه. مارک استانداردشه. مربوط به کارخونه شیرین عسل. تاریخ مصرفش هم تا 19/1/96 مهلت داره. امروز هم جمعه چندمه؟ امروز جمعه فکر کنم 21/5 باشیم. 21/5/1395. امیدوارم که این کلیپ به دست حداقل مسئولین این کارخانه برسه و یه نظارت بیشتری رو کیفیت محصولاتشون داشته باشن و این آشغالا رو به خورد مردم ندن انشالله.